سلام، در خدمت حجت الاسلام احمدی هستیم، رئیس جدید کمیسیون انرژی مجلس. حاج آقا، تحصیلات شما چیه؟ بنده فارغ التحصیل فقه ولایی هستم. کمربند مشکی رساله امامو دارم. فقه ولایی؟ بعد این چه ربطی به انرژی داره؟ اختیار دارید. خرطوم ولایت تو تمام منابع انرژی فرو رفته و تو میگی فقه ولایی چه ربطی به انرژی داره؟ جای این حاشیه ها سوال تو بپرس. حاج آقا، برای بحران بنزین چه میکنید شما؟ مطابق فتوای مقام عظما گران کردن بنزین از اوجب واجباته. هر کس اعتراض کنه حکمش اینه که روزی 3 بار، هر بار 4 مرتبه بنزین بریزن تو حلقش. همونطور که میدونید فشار چاهای گاز به شدت افت کرده. راه حلتون چیه؟ فشار عظما هر روز داره میره بالا. فشار دشمنا و اغتشاشگرا و تحریم و اینا، همه اینا داره میره بالا. حالا یه جا هم فشار افت کرده، شما به جای اینکه تشویق کنی ناراحتی. علا ایو الحال مشکلی نیست. حاج محمود کریمی رو میفرستیم سر دکلها، یه دهن مداحی کنه، فشار بره بالا. حاج آقا، علت اصلی ناترازی برق چیه؟ چرا خاموشی ها زیاد شده؟ علت اصلی که گناهان کبیره مردم و اسراف و این حرف هاست. احبت آن است که برق مردم رو قطع کنیم، به جاش بریم به برادران سپاهی مزرعه بیت کوین بزنن، پولش رو بفرستیم واسه نیابتی ها، اونا دعامون کنن شاید گناهان مردم بخشیده بشه. با این ناترازی ها پس زمستون چیکار میخواید بکنید شما؟ در زمستان مصرف بیش از 3 شعله گاز در آشپزخانه حرام مشدد است و پوشیدن 2 دست لباس زیر پتو واجب مؤکد. شیوه افزایش برق تولیدی از باد و خورشید چی هست؟ بفرمایید لطفاً. باد و خورشید که هر دو از همدستان استکبار جهانی هستند و کلاً حرامند، اما شرط حلیت برق تولیدی آن است که توربین ها رو به بیت رهبری و پنل ها همگی رو به مرقد امام باشد. غیر از این بدعت هست و انرژی حرام تولید می شود. برو بابا، خفمون کردی، اصلا انرژیم افتاد. مطابق فتوای صریح مقام عظما تو از عوامل نفوذی هستی. برادرها بیایید اینو ببرید انرژیشو کامل تخلیه کنید و سلام علیکم مام